اگر یه آقایی بدون ماشین و بدون خونه بیاد خواستگاری دختر خانومتون، ریاکشن شما چیه؟ الان منفی قاطعانه. بله. نمیدی؟ توی این زمانه نه. اگه کار کنه دستش تو جیب خودش باشه، فقط خونه و ماشین نداشته باشه، کار کنه و به کجا برسه؟ الان زمان پول حرف اوله میشه. شما جوابتون چیه؟ نه، من همین نظر رو دارم. نبض توحیده است نگیرد طبیب، درد فقیر ای پسرک بی دواست. خیلی درد بزرگیه. فهمیده ترین بزرگترین آدم ها هم خیلی جاها با معیارهای عمومی زندگی میکنن. خیلی کم هستند افرادی که به معیارهای عمومی اهمیتی قائل نیستن و انسانها رو به خاطر شعور و لیاقتشون قبول میکنن، نه به خاطر دارایی هاشون و مناسبشون.